سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در برنامه دیگر از برنامه‌های دروس حج و یا درس‌های حج قرار داریم. در جلسه گذشته گفتیم که باید وقت ما عازم سرزمین مکه مکرمه میشویم، باید قولا و عملا ثابت بسازیم که ما ملت از ابراهیم علیه السلام داریم. ابراهیم علیه السلام گفتیم که موحد بود، حنیف بود، یکتاپرست بود و تمام اعمال خود را خالصانه و مخلصانه انجام میداد. حالا درس دیگری که ما از حج میگیریم اخلاص هست. چرا حج می رویم؟ چرا جانی و مالی، یعنی در این عبادت مال هم می دهیم، وقت هم می گذاریم، جان خود، نفس خود را هم خسته می کنیم؟ چرا؟ به خاطر چی؟ وقتی شما ببینید نماز عبادت هست که تنها جانی هست و کسی پول هم نمیدهیم و پول هم نمیگیریم، در این راستا در شبانه روز 5 وقت نماز میخوانیم. در مسئله پرداخت زکات تنها عبادت مالی هست. مال و سرمایه شما میتونین دست کس دیگری هم بدیم، زکات او بره به فقرا و مستضعفین توزیع کنه و خود فقرا و مستضعفین هم میاین پیش شما هیچ زحمت نشوید، زکات رو میتوانید پرداخت کنید. پس عبادتی که جانی و مالی هست حج هست. شما پول هم میدهید، سرمایه که دارید از او مصرف میکنید، وقت خود را هم میگذارید، جان خود را هم خسته میکنید. به خاطر چی؟ چرا؟ به خاطر این که رضایت الله را به دست بیاورید. واضح و مسلم است. به خاطر این که الله سبحانه و تعالی راضی بشه. حالا چگونه الله سبحانه و تعالی این حج را میپذیرد و قبول میکند؟ نه تنها حج، تمام اعمال و عبادات ما. اخلاص خیلی مهمه. قرآن میفرماید و اتم الحج والعمرة چی؟ ادامه آیه لله. اگر حج میکنید، اگر عمره انجام میدید، لله باشه، به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه، نه به خاطر این که تو را حاجی بگن، نه به خاطر این که تو را دیگران مجبور ساخته باشن و بالاخره حج کرده باشید، نه به خاطر این که اگر زنی حج کنه تا این که دیگران ببینن یا مرد حج کنه تا این که او را حاجی بگوین. اگر نیت این بود که من حج میکنم تا مرا حاجی بگن، من حج میکنم تا دیگران بفهمن که من به حج رفتم، من حج میکنم تا
هر روز دیگرها برای من حرف میزدن چرا پول داری حج نمی کنید، برم حج کنم تا دیگرها به من حرف نزنن. این لله نیست، در این دیگه اخلاص نیست. قرآن آیات زیاد اشاره میکنه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. شما امر نشدید به این که عبادت داشته باشید که در او عبادت اخلاص نباشه. با آنچه که امر شده اید این است که عبادت شما خالصانه و مخلصانه باشه. قرآن عظیم الشان اشاره میکنه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. اعمال از شرک باید که زدوده بشه، پاک باشه، دور باشه. پس آیات زیاده داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه پیرامون اخلاص، پیرامون مخلصین. قرآن میفرماید فاعبد الله مخلصا له الدین. پس الله را عبادت کنید عبادت خالصانه و مخلصانه. اخلاص چیست؟ به این که عمل خاص به خاطر الله انجام دادن. حج میری خاص به خاطر الله، نماز میخوانی خاص به خاطر الله، زکات میدی خاص به خاطر الله. اگر به خاطر دیگه کس بود این پذیرش به نزد الله مورد قبول واقع نمیشه. نماز خواندی تا تو را ببینن، زکات دادی تا تو را سخاوتمند بگوین، جهاد کردی تا تو را شجاع بگوین. خدا ما را نجات بده از اعمال ریا. وقتی در اعمال ریا آمد سخن گفتی تا تو را سخنور بگوین. اگر چنین بود وقتی ریا آمد اخلاص را از بین میبره. بندگان الله سبحانه و تعالی وقتی که اعمال را انجام میدادن چنان در او کوشش میکردن که ریا نباشه، کوشش میکردن که عجب نباشه، کوشش میکردن که سمعه نباشه. اعمالی که در از او ریا بود، عجب بود، سمعه بود، بر علاوه که به نزد الله مورد پذیرش واقع نمیشه، مورد قبول واقع نمیشه، انسان را بدبخت دنیا و آخرت میکنه. پس اخلاص به فرموده بزرگان علما اهل علم میفرمایند اخلاص به منزله چیست در عمل؟ به منزله روح در جسد یا در جسم. در جسم روح چقدر نقش داره؟ وقتی که روح از بدن انسان رفت انسان میگن ببرین دفن کنیم، ارتباطی با همه قطع میشه. اعمالی که عباداتی که در از او اخلاص نبود مثل جسمی که در از او روح نیست. روح در جسم چقدر نقش داره؟ اخلاص در اعمال نقش داره. اعمال و عباداتی که در آن اخلاص نبود او اعمال و او عبادات دفن بشه، چیزی نیست. به اینه که قرآن عظیم الشان آیات زیادی بیان میکنه تعریف و توصیف اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. صحابه وقتی این جایگاه را پیدا کردن، ارزش را پیدا کردن، چون اخلاص داشتن. ما که الان حرکت میکنیم طرف مکه مکرمه، این سفر مبارک پیش رو هست، عزم و اراده سرزمین مکه مکرمه را داریم، باید اولین درسی که از این سفر در آغاز این سفر میگیریم، چون ابراهیم علیه السلام را شناختیم، در برنامه قبل گفتیم ابراهیم علیه السلام یکی از بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی بود.
از جمله مخلصین و مخلصین. پس ما باید یک بنده مخلص الله سبحانه و تعالی باشیم. تعریف و توصیف صحابه قرآن وقتی بیان میکنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ای تعریف توصیف صحابه هست. رحماء بینهم بودن، با کفار سختگیر بودن، در قیام، در رکوع، در سجده به عبادت الله سبحانه و تعالی. حالا چی میخواستن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. الله اکبر. تمام اعمال که انجام میدادن رضایت الله را طلب میکردن. این را میگن اخلاص. در این سفر لازم و ضروری است که انسان یک انسان مخلص باشه. قبل از این که احرام را به تن بنمایه باید با خدای خیش عهد و پیمان ببنده و بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس اعمال ما ارتباط میگیره به اخلاص و شرط قبولیت اعمال چیست؟ دو چیز هست. اونها را بعد از میان برنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد. با ما باشید. سال حق گامی در راستای بیداری. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیرامون شروط قبولیت اعمال. حالا ما تصمیم گرفتیم، تصمیم حج، اراده حج، چی خواهر هست و چی برادر هست، تصمیم و اراده حج داره. اعمال ما، تمام اعمال عبادی که انجام میدیم، نماز، روزه، زکات، حج، همه اینها در قبولیت اعمال دو شرط نهفته هست. اگر از این دو شرط یکی ساقط بود، عمل به پیشگاه الله سبحانه و تعالی قبول نمیشه. چیست؟ این دو شرط چیست؟ اول کل عباده خالصا لله تعالی. تمام عبادت ما خاص به خاطر الله باشه، نه به خاطر ریا. ریا چیست؟ نشان دادن به دیگران. من حج میروم تا دیگران ببینن، نعوذ بالله. سمع چیست؟ من حج میروم، نعوذ بالله، تا اینکه دیگران بگوین که فلانی آدم خوبی هست، حج رفته. حالا در نیت اگر چنین نبود، دیگران گفتن و دیگران دیدن، اشکالی نداره. عجب چیست؟ اینه که شخص وقتی حرکت میکنه این عملش او را سبب غرورش بشه. من حج رفتم ولی همسایه من نرفت، همجوار من نرفت، من پس از دیگران بهترترم. پیش خود فیصله کردن که من از دیگران بهترتر و به نظر خود آمدن، ایرا عجب میگن. پس شرط اول قبولیت عبادت ما اینه که خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. شرط دوم، عملی که انجام میدیم، حجی که میریم، نمازی که میخوانیم، زکاتی که میدیم، روزه‌ای که میگیریم، عمل عبادی که انجام میدیم موافق به سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. اول خاص به خاطر الله، دوم موافق به سنت رسول صلی الله علیه و سلم. به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند نسبت به حج: خذوا عنی مناسککم. اجرای مناسک شما از من بگیرید. من چگونه حج کردم،
چگونه طواف کردم، چگونه صفا رفتم، چگونه مروه رفتم، چگونه منا و عرفات و مزدلفه و اینها. پس این دو شرط که بود، عمل ما به پیشگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول واقع میشه. پس اخلاص خیلی مهمه در زندگی انسان. فضیل ابن عیاض رحمه الله میفرمایند الاخلاص سر من اسرار الله. الله اکبر. اخلاص یک سر هست، یک اسرار هست بین بنده و الله سبحانه و تعالی. اخلاص عمل جوارح نیست. اخلاص نمی شود که انسان با دست و با اعضای بدن خود و بالاخره بر ظاهر خود با اینها به دیگران نشان بده که من انسان مخلصی هستم. اخلاص کاملا ارتباط میگیره به مسئله قلب. هیچ ربط و ارتباطی نداره اخلاص به اعضا و جوارح. ما اصلا نمیتوانیم بنده مخلص را ما تشخیص بدیم. ما عاجزیم، از قلب نمیفهمیم، نمیدانیم. خیلی اشخاص شاید ظاهر اینا خیلی خوب باشه اما هیچ مخلص نباشن و خیلی اشخاص شاید که ظاهرا ما اونها مخلص نبینیم اما شاید مخلص باشن. این که قرآن میگه وقتی الله سبحانه و تعالی شیطان راند و او را از درگاه رحمت خود دور ساخت، شیطان گفت که همه را گمراه می سازم مگر زور من و توان من به بندهای مخلص نمی رسه. به خاطر چی؟ چون شیطان تصرف در قلب نداره، شیطان آگاهی نداره که مخلص کیست. حتی خیلی از علما به این نظر و این قول بیان میکنن که حتی ملائکه‌ای که اعمال انسان رو می نویسه او فقط اعمال رو می نویسه، نماز خواندی، روزه گرفتی، حج کردی و بالاخره اعمال صالحه انجام دادی یا گناه کردی، گناه را می نویسن، ثواب را می نویسن. اما از این که اخلاص بین حتی ملائکه هم نیست، ملائکه هم نمیدانن بنده مخلص کیست، غیر مخلص کیست. به اینه که فضیل ابن عیاض می فرمایه که اخلاص چیه؟ سر من اسرار الله. یک سر است، اسرار است بین بنده و بین الله سبحانه و تعالی. چرا حج کردی؟ کسی نمیدانه از قلب. ظاهرا شخص میگه من به خاطر الله حج کردم اما قلبش را خدا میدانه. اشخاصی میآین حاکم قضاوت میکنن فلانی حجش به خاطر خدا نبوده. چی خبر داری حجش به خاطر خدا نبوده؟ به اینه که ما باید در تمام اعمال خود مخلصین له الدین باشیم. سختترین شی در نفس چیه؟ اخلاصه. خیلی مهمه. مخلص شدن و اخلاص در زندگی خود پیاده کردن خیلی سخته. انسان فکر نکنه که به آسانی از جمله مخلصین میشه. خیلی سخته. هر زمانی که عبادات ما خالصانه و مخلصانه شد، هر زمانی که حج ما از اعماق دل خالصانه و مخلصانه شد، آن وقت ما میدانیم که رجع که یوم ولدته امه میشه. نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، تمام اعمال بستگی به اخلاص داره. قبلا اشاره کردیم خیلی مهمه. اخلاص در اعمال به منزله روح در جسم هست. به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حج ارزش داره که و حج خالصانه و مخلصانه صورت بگیره. به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حج ارزش داره که و اتم الحج والعمره لله.
پس ما باید از جمله بندگان مخلص الله شویم در این سفر. این سفر است که الله سبحانه و تعالی بندگان خود را بیرون میکنه از خانهشان، از زندگیشان، از شهر و دیارشان، میکشانه در جوار کعبه. در برنامه گذشته اشاره کردیم، در اینجا میاره که شما بیایید نقش پای ابراهیم را ببینید. ابراهیم موحد بود و بنده مخلص الله سبحانه و تعالی بود. شما هم که اگر میخواهید خلیل خدا شوید، دوست الله سبحانه و تعالی شوید، پس اخلاص شما باید چنان اخلاصی باشه که ابراهیم علیه السلام چنین اخلاصی داشت. و ابراهیم علیه السلام می گفت که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. احسن در اینجا اخلاص هست. خدای تبارک و تعالی ضایع نمیکنه مزد و پاداش مخلصین را. احسن و عملا، کسانی که اخلص و خالصانه و مخلصانه عمل را انجام دادن به پیشگاه الله ارزش داره. درسی که از این سفر میگیریم، باید این سفر ما را بنده مخلص الله بگردانه. پروردگار عالم همه ما و شما را، خواهر و برادر را، از جمله مخلصین له الدین داشته باشه و ما را در روز قیامت با بندگان مخلص محشور بدارد. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به الله یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.